شما بخیر بینندگان عزیز. برنامه اطلاعات تحلیلی جنبه 3 هفته رو با شرح محتوای مهمترین رویدادهای یک هفته آخر کشور از تلویزیون سفینه منظورتان می‌گردانیم. در استودیو مولقا رحیم‌زاده. شرح خبرها. 15 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس اساسیاسیون تجارتی قطر و رئیس شورای دیرکتوران فیصل هولدینگ شیخ فیصل ابن قاسم آل ثانی را در قصر ملت به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل مربوط به گسترش رابطه‌های تجارتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اساسیاسیون تجارتی قطر و گروه شرکت‌های فیصل هولدینگ بررسی شدند. توجه خاص به جلب سرمایه‌گذاری برای تطبیق لایحه‌های مهم اینفراستراکتوری و استحصالی در بخش‌های افزایش‌یابی اقتصاد تاجیکستان ظاهر کرده شد. با تقویت رابطه‌های دوجانبه در ساحه‌های صنعت، کشاورزی، نقلیات، گیدروانرژتیکا، فعالیت مالیوی و بانکی، اینچنین بخش‌های معارف، تندرستی، سیاحت و رشد اینفراستراکتوری معاصر هم تمرکز کرده شد. جانب‌ها به موافقه رسیدند که تلاش‌های مشترک برای استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده در این ساحه‌ها ادامه داده شود. در دایره تطبیق سیاست درهای باز حکومت کشور، تحکیم همکاری‌های متقابلا سودمند میان تاجیکستان با گرجستان در سمت ساحه‌های گوناگون به مشاهده می‌رسند. 19 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قصر ملت با سروزیر گرجستان ایراکلی کوباخیدзе که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورده بودند ملاقات نمودند. در زمینه واخوری رشد و توسعه روابط متقابل به میان گذاشته شد. تفصیلات در گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 19 ایون در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر گرجستان ایراکلی کوباخیدзе که با سفر رسمی در رأس یک هیئت بلندپایه کشور دوست در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در رفت مذاکرات جانب‌ها حالت جاری و دورنمای مناسبت‌های دو جانبه را به طور مفصل بررسی نموده پیرامون مسائل مبرم روزنامه بین‌المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادند. ضمن صحبت اهمیت فعال کردن مکالمه سیاسی و تماس‌های سازنده کاری در سطح‌های گوناگون تاکید گردیده با توسعه رابطه‌های بین‌پارلمانی و تقویت نقش دیپلماتیای پارلمانی در مناسبت‌های دو کشور اشاره کرده شد. مسائل همکاری‌های تجارتی و اقتصادی در محور مذاکرات قرار داشتند. در این زمینه مسائل عملی سازی لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، تشکیل زنجیره‌های استحصالی در بخش‌های آینده‌دار اقتصادی، اینچنین رشد تجارت الکترونی بررسی گردید. استفاده مشترک دالان‌های ترانزیتی بین منطقوی، همکاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت سبک، خوراکواری و داروسازی، راه‌اندازی رابطه‌ها در سمت نوگانی‌های تکنولوژی با شمول ذهن صنعی و رشد اقتصادی سبز همچون سمت‌های همکاری سودمند معین کرده شد. هنگام بررسی مسائل همکاری در بخش گومانیتری مناسبت‌های دو کشور با فعال کردن رابطه‌ها در ساحه‌های علم، معارف، سیاحی، تندرستی، فرهنگ، سیاست جوانان و ورزش توجه مخصوص ظاهر گردید. با قناعتمندی ذکر گردید که در دایره سفر رسمی سروزیر گرجستان بسته کلان سندهای دو جانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت‌های همکاری دو کشور را تحکیم می‌بخشد. وابسته به این به امضا رسیدن سازشنامه درباره تأسیس کمیسیون مشترک بین حکومتی عاید به همکاری‌های اقتصادی مخصوص ذکر گردید. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این زمینه تاکید داشتند. ما بر این باوریم که فعالیت کمیسیون مذکور در تطبیق تدبیرهای عملی به مقصد رشد جنبه‌های ذکر گردیده و دیگر سمت‌های رابطه‌های دو کشور مساعدت همه‌جانبه خواهد نمود. در رفت بررسی مسائل روزنامه بین‌المللی و منطقوی جانب‌ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده در عرصه بین‌المللی
از جمله هماهنگسازی سعی و تلاش‌ها در دایره سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های مخصوص آن با توجه مخصوص بر روزنامه جهانی مربوط به آب و اقلیم تصدیق کردند. پس از انجام ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و محترم سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه برای نمایندگان وسایط اخبار عامه نشست مطبوعاتی آراستند. تأکید گردید که در دوره سفر رسمی سروزیر گرجستان 11 سند دوجانبه به امضا رسید که زمینه حقوقی مناسبت‌های همکاری دو کشور را تحکیم می‌بخشد. امضای سازشنامه درباره تأسیس کمیسیه مشترک بین حکومتی عاید به همکاری اقتصادی بسا مهم دانسته شد. حجت‌های دیگر ساحه‌های علاقه هوایی، کشاورزی، سیاحی، علم و معارف، فرهنگ، ورزش، تغییریابی اقلیم و دیگر سمت‌های برای هر دو جانب سودبخش را فرا می‌گیرند. روزی گذشته باشد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه خوالینگ ولایت ختلان سفر کاری انجام دادند. در دایره این سفر یک قطار انشاءات مهم جشنی مورد استفاده قرار گرفته به روند کارهای سازندگی وسعت بخشیده شد. گزارش همکارانمان عاید به نتیجه های سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه خوالینگ ولایت ختلان. صبح 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد افتتاح یک قطار انشاءات جشنی، گذاشتن سنگ اساس به ساختمان انشاءات آینده، صحبت با مردم کسب و کار گوناگون و شناسایی شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رئیس ولایت ختلان و مسئولان نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت با احترام و صمیمیت به اندازه پیشوا گرفتند. در آغاز سفر کاری به ناحیه خوالینگ ولایت ختلان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فرودگاه خوالینگ را از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که ترمیم و نوسازی بینای معموری فرودگاه در پیروی به سیاست بنیادکارانه حکومت کشور از جانب صاحبکاران همت بلند ناحیه به خاطر آبادی وطن و منتظم بهتر نمودن صفت زندگی اهالی انجام داده شده است. انشاءات خوش‌طرح و زمانوی در دایره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با رعایت طلبات معاصر معماری و عنصرهای ملی بنیاد گردیده، در آن برای کارمندان و متخصصان شرایط مساعد کاری فراهم است. بینای معموری فرودگاه از حجره‌های برهوای کاری، تالارهای انتظاری، جلسه و قبول و گسیل مسافران، اینچنین مهمانخانه عبارت بوده انفراساختار آن برای خدمترسانی به مسافران موافق گردانیده شده است. تاکید گردید که این لایحه را میتوان همچون نمونه با تکمیل علاوگی در بنیاد فرودگاه‌های محلی دیگر شهر و ناحیه‌ها استفاده کرد. ضمن بازدید از شرایط کاری بینای فرودگاه سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده اقدام سازنده صاحبکاران وطن دوست را در عملی گردانی تدبیرهای آبادانی و سازنده کشور شایسته تحسین خواندند. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک موک ناحیه خوالینگ به فعالیت کارگاه استحصال محصولات شیر عصر وحدت آغاز بخشیدند. در این کارگاه نوی صنعتی استحصال زیاده از 10 نامگوی محصولات شیری به راه مانده شده است. کارگاه نوی استحصالی در ناحیه خوالینگ در زمینه دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی جمعه‌خان قاسموف با مقصد تأمین اهالی با محصولات طبیعی و از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر بنیاد گردیده است. در کارگاه برای کارکرد و ذخیره محصولات دیگ‌های از 1 تا 10 تانگی موجود می‌باشند. بعد مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه نوی صنعتی 20 ساکن محلی با کار دائمی تأمین گردیدند. اقتدار استحصالی کارگاه کارکرد محصولات شیری در یک ماه 30 تانه و در یک سال تا 360 تانه محصولات شیری از جهت اکولوژی تازه و خوش‌صفت را تشکیل می‌دهد.
اطلاع داده شد که محصولات کارگاه تحت تمغه ملی عصر وحدت در ظرفهای حجمشان گوناگون در بازارهای داخلی کشور به فروش برآورده می شود. ضمن شناسایی با خط استحصالی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام کار و بندوبست محصولات این سالات چهار میشه. سنجش پورا همینجا لایگاه استحصالی که ممکن ناحیه خوالین این وطنی بریده شرایط ضروری استحصالی و کاری مجهز کرده خواهد شد. در این کارگاه که دارای اقتدار کارکرد 1 تن گوشت در یک شبانه روز خواهد بود، 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین می شوند. همچنین صاحبکار دارای فرمای چارواداری با زیاده از 20 سرگاو شیری ذات سیاه‌لا و 100 سرگاو ذات شویدی می باشد که این به دسترس نمودن گوشت و شیر به این دو کارگاه امکان می دهد. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه خوالین به دهه شیخ میزان تشریف آورده آسایشگاه برای یتیمان و بیپرستاران را که از جانب صاحبکار وطنی رحم‌الدین کریموف به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار دادند. بینای آسایشگاه از 20 حجره خواب، حجره‌های کاری، تالارهای مجهز برای آموزش هنرهای دوزندگی، دوریدگری و رسمکشی، کتابخانه، حمام، حجره طبی و انبار برای نگهداری محصولات عبارت می باشد. در حولی آسایشگاه 2 حوض آببازی، میدانچه‌های فوتبال و والیبال و میدانچه بازی کودکان بنیاد گردیده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت، آموزش و فراغت یتیمان و بیپرستاران مساعدت می‌نماید. اینچنین در مساحت 40 صد زمین گرمخانه تشکیل شده است. در آسایشگاه 30 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. بنیاد چنین مؤسسه اجتماعی نمونه روشن تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت، نگهبانی و فراغت یتیمان و بیپرستاران زمینه خوب فراهم می‌آورد. همچنین تاکید گردید که استفاده درست و با ثمر این انشاءات خوشطرح زمانوی در همکاری با مقامات محلی و جمهوریوی ساحه معارف براه مانده شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان با شرایط مهیا گردیده در این مؤسسه اجتماعی شناس شده به اقدام صاحبکاران وطنی و سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. به مسئولان آسایشگاه جهتی در سطح بلند بر راه ماندن خدمترسانی، مهیا نمودن شرایط مناسب تربیت، تأمین نگاهبین همه‌جانبه و ظاهر نمودن غمخواری دائمی نسبت به یتیمان و معیوبان توصیه ها داده شد. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره سفر کاری به ناحیه خوالین یک قطار انشاءات مهم اجتماعی و خدمترسانی را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. در محله ساختمانچی شهرک مونگ پس از تأمین و نوسازی پرره مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ابراهیم رحیمزاده به استفاده داده شد. مؤسسه دارای 25 صیفخانه، مجلسگاه، تالار ورزشی و دیگر شرایط ضروری تعلیم و تربیت بوده برای 1280 خواننده در 2 بس پیش بینی شده است. همزمان در دهه علادره بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات از صیفخانه‌های با وسایط مهم تعلیمی مجهز و دیگر انفراساختار ضروری عبارت بوده برای 600 خواننده در 2 بس
پیش بینی شده است. لایحه این مؤسسه نمونوی بوده. همین گونه مکتب‌ها الکی در 3 دهه ساخته شده است و طبق نقشه در 6 دهه دیگر نیز باید بنیاد یابد. با مورد استفاده قرار گرفتن این دو مؤسسه تعلیمی در ناحیه خاولینگ برای قریب 2000 خواننده در 2 بس امکانیت‌های نوی تحصیل مهیا گردیده است. در ادامه تدبیرها بینای نوی علاوگی مأموری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خاولینگ و میدانچه ورزشی نزد آن به استفاده داده شد. انشاءات از 9 اتاق کاری و تالار مجلسی عبارت بوده با تجهیزات معاصر خدمترسانی تأمین گردیده است. همچنین در دهه دره مختار مجمع ورزشی نو که از جانب صاحبکار وطنی عبدالله حسنوف بنیاد گردیده است افتتاح گردید. مجمع دارای تالارهای ورزشی، میدانچه فوتبال، حوض شناوری، حجره‌های استراحتی و دیگر انشاءات یاریرسان بوده به رشد ورزش و تشکیل استراحت فعال نگرانده شده است. افتتاح انشاءات مذکور ادامه تدبیرهای سازنده و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن سطح خدمترسانی اجتماعی، تحکیم انفراستراکچور محلی و تأسیس جایهای نو کاری زمینه فراهم می‌آورد. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ابراهیم رحمانزاده را در محله ساختمانچیان جماعت شهرک مونکی ناحیه خاولینگ پس از تعمیر و نوسازی کلی مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسسه تعلیمی مذکور در دایره عملیگردانی نقشه چاره‌بینی‌ها عاید به کارهای آبادانی و سازندگی برای سالهای 2022-2026 و به استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران سخاوتپیشه ناحیه از تعمیر اساسی برآورده شده، در آن برای قبول 1280 خواننده در 2 بست شرایط ضروری تعلیم مهیا گردیده است. بینای مؤسسه تعلیمی خوش‌طرح و برهوا بوده از 25 صنفخانه تعلیمی به مانند صنفخانه‌های مخصوص برای فن‌های دقیق و هنرآموزی، مجلسگاه با 300 جای نشست، ورزشگاه بالا پوشیده، تالار ورزشی، 14 حجره کاری و آشخانه عبارت میباشد. فراهم آوردن شرایط بهتری کار و تحصیل و به طلبات زمان معاصر موافق گردانیدن مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه خاولینگ چون در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در سطح بلند راه‌اندازی گردیده است. هدف اساسی اقدامات مذکور بلند برداشتن صفت تعلیم، دانش آموزی نورسان و تیار کردن متخصصان کسبی در ساحه‌های گوناگون جامعه میباشد. سرور دولت محترم کارهای انجام یافته اساسی به بلند داده سهم ارزشمند صاحبکاران وطن دوست را در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و رشد ساحه معارف نظررس ارزیابی نمودند. ضمن سفر امروزه پیشوای ملت به ناحیه خاولینگ در مجموع 2 مؤسسه تعلیمی برای 1706 خواننده مورد استفاده قرار گرفت. باید ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان در زمان استقلالی به حل مسائل‌های رشد ساحه معارف راهن آوردن شرایط معاصر برای تعلیم و تربیت نسل‌های آینده‌ساز وطن و آماده نمودن متخصصان بسیار اقدامات سازنده و به آینده نگرانیده شده را عملی می‌نماید. در همین زمینه در تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری مکتب‌های نو و زمانوی ساخته به استفاده داده می‌شوند. از جمله در ناحیه خاولینگ از سال 2000 تا ماه ایون سال 2026 49 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بنیاد و از نوسازی گردیده مورد استفاده قرار دارند. ضمن به طور آنلاینی به استفاده دهی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولان ساحه معارف در ناحیه برای استفاده با ثمر از شرایط خوبی مهیا گشته و بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس دستور و توصیه‌های سودمند دادند. 20 ایون در دایره سفر کاری به ناحیه خاولینگ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 دهه ایلات‌دره را که پس از ترمیم کلی از نو مورد بهره برداری قرار گرفت افتتاح نمودند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که
ترمیم کلی مؤسسه مذکور در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انجام داده شده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 در تعلیم و تربیت فرزندان دهه ایلادره و محله های اطراف نقش مهم داشته، با در نظر داشت افزایش شماره خوانندگان و ضرورت بهتر نمودن شرایط تحصیل به ترمیم کلی فرا گرفته شد. بینای مؤسسه از 10 صنفخانه تعلیمی، حجره‌های کاری و دیگر اتاق‌های یاریرسان عبارت بوده. بعد انجام کارهای نوسازی برای 600 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. لایحه این مؤسسه نمونوی بوده، همین گونه مکتب‌ها الکی در 3 دهه ساخته شده است و طبق نقشه در 6 دهه دیگر نیز باید بنیاد یابد. در جریان کارهای تجدید، قسم‌های داخلی و بیرونی بینا پورا نوسازی شده، صنفخانه‌ها با تجهیزات ضروری تعلیمی تأمین کرده شدند. همچنین صحن مؤسسه آباد و زیبا گردانده شده، برای آموزگاران و خوانندگان محیط مناسب برای تعلیم و دانش‌اندازی فراهم آورده شده است. رشد ساحه معارف و فراهمسازی شرایط ارزنده تحصیل برای نسل نورس از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. نوسازی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 برای بلند برداشتن صفت تعلیم، تربیت نسل دانشمند و صاحب معرفت و آماده نمودن جوانان وطندوست و صاحب کسب زمینه مساعد فراهم می‌آورد. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به ناحیه خاولنگ به طور فاصلوی مجمع معاصر ورزشگاه را در دهه دره مختار به استفاده دادند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مجمع ورزشی از جانب صاحبکار وطنی حسن و عبدالله در دایره نقشه چهاربینی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور حجره استراحتی، میدانچه فوتبال، حمام، حوض شناوری، تالارهای ورزشی و انبار برای نگهداری بوده. برای برگزاری مشق و تمرین و استراحت ورزشکاران تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. کارهای ساخت ماه آغاز گردیده، آن رعایت طلبات معاصر معماری و طرحسازی و با صفت بلند حجره کاری تمرینی با تجهیزات معاصر ورزشی پورا مجهز گردیده، برای کارمندان و ورزشکاران فعالیت شده است. در جریان کارهای ساختمانی زیاده از 20 نفر ساکن محلی با جای کار موقتی تامین گردیده. بعد بیان انشاءات 12 نفر با جای کار دائمی تامین شدند. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه خاولنگ بینای مأموری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. بینای مذکور از جانب ریاست ساختمانی وزارت کارهای داخلی در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با طلبات شرایط معاصر بنیاد شده است. طور اطلاع داده شد بینای نوی شعبه وزارت کارهای داخلی در محله اسماعیل سامانی شهرک مونگ جایگیر بوده در مساحت 644 متر مربع بنیاد شده است. انشاءات دارای 19 اتاق کاری و تالار مجلس با 60 جای نشست می باشد. هنگام بنیاد انشاءات به طلبات معماری و استانداردهای معاصر خدمترسانی توجه مخصوص ظاهر شده. تمام حجره‌های کاری پرره با میز و کرسی، تجهیزات تکنیکی و تکنولوژی‌های نوی زمانوی تامین کرده شدند. تالار مجلس و حجره‌های کاری با تکنیک کامپیوتری، واسطه‌های علاقه، کامراهای نظارتی و دیگر تجهیزات ضروری مجهز بوده برای فعالیت ثمرناک و بلند برداشتن سطح خدمترسانی کارمندان مساعدت می‌نمایند. بینای مذکور در دایره نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده و بهتر گردیدن شرایط خدمتی کارمندان شعبه زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
در صحن بینا میدانچه معاصر ورزشی برای بازی فوتبال بنیاد گردیده است. فراهم بودن چنین شرایط امکانیت می‌دهد که کارمندان شعبه در برابر اجرای وظیفه‌های خدمتی به سلامتی و بلند برداشتن آمادگی جسمانی خود نیز توجه بیشتر ظاهر نمایند. 20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه خاولینگ در دهات به نام غفار میرزا دهکده سیاحی را که موضع نوبنیاد سیاحی و تماشای فراغت است مورد بهره برداری قرار دادند. ساختمان انشاءات از ماه مارس سال 2025 آغاز گردیده در مهلت معین شده در مساحت بیش از 1 هکتار از جانب صاحبکار وطنی حسنزاده عبدالله با صفت بلند به انجام رسانیده شد. در جریان کارهای ساختمانی 85 نفر با کار موقتی تامین شده، بعد به استفاده دادن آن 20 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. دهکده سیاحی در قسم جنوب و شرقی ناحیه خاولینگ از مرکز ناحیه در مسافه 9 از 15 کیلومتر جایگیر بوده، دارای آشخانه بر هوا با 50 جای نشست در یک وقت، موضع گلخن افروزی با معماری تاریخی، جایهای بازی و دلخوشی و راهرو و گلگشت‌های نظرروا می باشد. در سالهای آخر رشد سیاحی همچون یکی از سمت‌های مهم اقتصادی ملی مورد توجه خاص قرار گرفته، برای معرفی تاریخ، فرهنگ و طبیعت ناتکرار تاجیکستان زمینه‌های مساعد فراهم آورده می‌شوند. در همین راستا دهکده سیاحی با مقصد معرفی طرز حیات سنتی مردم تاجیک بنیاد گردیده، در آن نمونه‌های بهترین معماری ملی تجسم یافتند. بناها و انشاءات دهکده با اسلوب عنعنوی ساخته شده، شکل و نمود آنها به خانه‌های قدیمی تاجیکان شباهت دارند. استفاده عنصرهای ملی در طرح بناها، ایوانهای کندکاری، دیوارهای آرایافته و محیط زیبای اطراف به این موضع حسن و تراوت خاص بخشیده است. نقش دهکده سیاحی در جلب سیاحان داخلی و خارجی نظررس ارزیابی می شود. موجودیت چنین مجمع امکان می دهد که مهمانان نه تنها از منظره‌های زیبای طبیعت ناحیه بهره برند، بلکه با فرهنگ و تمدن باستانی تاجیکان از نزدیک شناس شوند. این اقدام می تواند شماره سیاحان را افزایش داده، بر رشد خدمترسانی، تأسیس جایهای نوی کاری و بهتر گردیدن وضع اقتصاد محلی مساعدت نماید. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، آن را نمونه خوب استفاده امکانات‌های سیاحی و احیای عنعنه‌های ملی ارزیابی نمودند. همچنین تأکید کردند که بنیاد چنین مرکزها برای معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی اهمیت کلان داشته، می توانند در جلب بیشتری سیاحان خارجی سهم نظررس گذارند. پس از افتتاح دهکده سیاحی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نمونه دستاوردهای کشاورزان ناحیه معرفی کرده شد. در نمایشگاه محصولات گوناگون کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات تر و تازه، پالزی‌ها، عسل و دیگر محصولات استحصال محلی به معرض گذاشته شدند. ضمن بازدید به نتیجه‌های مهنت دهقانان و امکانات‌های رشد بخش اگراری ناحیه توجه مخصوص ظاهر گردید. تأکید شد که استفاده ثمرناک زمین و افزایش حجم استحصال محصولات وطنی برای تأمین امنیت آذوقه‌واری اهمیت کلیدی دارد. در آخر بازدید از ناحیه خاولینگ ولایت ختلان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از باغ اینتنسیوی که در مساحت 10 هکتار زمین تل و تپه‌های بلند دامن پهن کرده است دیدن نمودند. اطلاع داده شد که باغ سیب 3 سال پیش بنیاد یافته، امسال الکی درختان آن حاصل فراوان دارند. با استفاده از امکانات اقلیم و طبیعت زیبا و ناتکرار این موضع، باغداران امید دارند که از درختان سیب حاصل فراوان خوشصفت به دست آورند. در این موضع خوشباد و هوای ناحیه خاولینگ که اقلیمش برای درختان میوه دهنده مساعد می باشد، همچنین درختان خوچ، آلوچه،
گلاس و غیره پرورش می‌یابد. ضمن صحبت با کارگران، راهبر دولت محترم امامعلی رحمان با باغداران درباره رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی و جاری نمودن اصول‌های معاصر باغپروری دستور و توصیه‌ها دادند. тавре болотар иттилоъ додем рӯзҳои 19-20 июн сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафари расмӣ қарор доштанд. Дар доираи ин боздид меҳмони олиқадр мулоқотҳои судманд анҷом дода аз мавзеъҳои таърихӣ ва зебоманзари Тоҷикистон боздид намуданд. ҳамкасбони мо дар ҳамин хусус шарҳи бештар доранд. 19 июн сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе меҳмони олиқадрро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода истиқбол гирифт. нуздаҳуми июн сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда дар пояи муҷассамаи рӯзгори давлати Тоҷикистон Исмоили Сунӣ гулчанбар гузошт. 19 июн дар шаҳри Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе баргузор гардид. сарвазирони Тоҷикистон ва Гурҷистон дар мулоқоту музокирот вазъ ва дурнамои муносибатҳои миёни ду кишварро мавриди муҳокима қарор доданд. соли 2025 гардиши савдои миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон беш аз 37% ва танҳо дар 4 моҳи соли 2026 64% афзоиш ёфтааст. аҳамияти таъсиси Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон ва Гурҷистон оид ба ҳамкории иқтисодӣ таъкид гардида, оид ба рушди ҳамгироӣ ҳавасмандӣ зоҳир гардид. пас аз анҷоми музокироти расмии Тоҷикистон ва Гурҷистон, маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид ки фарогири муҳимтарин самтҳои ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷониба байни Тоҷикистону Гурҷистон буд. 20 июн дар идомаи сафари расмӣ сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои диёр суҳбати гарму самимӣ ва дӯстона баргузор намуданд. ҷонибҳо атрофи вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Гурҷистон мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои таҳкими минбаъдаи робитаҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамгироӣ ва густариши ҳамкориҳои гуногунҷанбаи ду кишварро мавриди баррасӣ қарор доданд. меҳмони олиқадр аз табиати бииштосо, манзараҳои зебо ва иқлими фораму гуворои Тоҷикистон баҳравар гардида, ҳамчунин аз имкониятҳои фаровони кишоварзии Тоҷикистон ва намунаҳои беҳтарини маҳсулоти кишоварзии аз ҷиҳати экологии тоза ошноӣ пайдо намуд. вохӯрӣ дар фазои гарму самимӣ, дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум сурат гирифта, бозгӯи сатҳи баланди муносибатҳои неки ду кишвар ва иродаи қавии ҷонибҳо барои таҳкими бештари ҳамкориҳои мутақобилан судманд арзёбӣ гардид. 20 июн сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе ва ҳайати ҳамроҳонаш бо шароити бинои парлумон аз наздик шинос шуданд. робитаҳои дипломатии Тоҷикистон ва Гурҷистон 4 августи соли 1994 бо имзои протокол дар бораи барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ ва табодули намояндагиҳои дипломатӣ дар сатҳи сафоратхонаҳо барқарор шуда, пайваста рушд меёбанд. маҷлиси намояндагон ҷиҳати густариши ҳамкориҳо бо парламентҳои хориҷии 69 кишвари ҷаҳон робитаҳои дӯстона таъсис додааст. 20 июн сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе дар шаҳри Душанбе аз рӯи нимпайкараи шоир ва мутафаккири бузурги гурҷӣ Шота Руставели парда бардоштанд. гузоштани нимпайкараи ин шахсияти илму адаб дар Душанбе рамзи арҷгузорӣ ба мероси муштараки маънавӣ, эҳтиром ба арзишҳои умумии инсонӣ ва нишонаи таҳкими минбаъдаи робитаҳои дӯстона миёни Тоҷикистону Гурҷистон мебошад. сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе дар доираи сафари расмӣ ба Тоҷикистон аз осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид намуд. ба ҳайати меҳмонон тавассути сайри осорхонавӣ табиати бииштосо, таъриху фарҳанги пурғановат, расму оин ва ҳунарҳои миллии халқи тоҷик муаррифӣ карда шуд. сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе пас аз боздид ва шиносоӣ аз меросу ёдгориҳои таърихии халқи тоҷик дар китоби қайди таассуроти меҳмонони фахрии осорхонаи миллӣ
андешаҳояшонро дарҷ намуданд. 20 июн сарвазири Гурҷистон Ираклий Кабахидзе ҳамроҳи сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар маркази экспои шаҳри Душанбе бо молу маҳсулоти соҳаҳои саноат ва кишоварзии Тоҷикистон шинос шуданд. татбиқи ду ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунандаи ба содирот нигаронидашуда таваҷҷӯҳи меҳмононро ҷалб намуд. дар намоишгоҳ зиёда аз 100 ширкат номгӯи зиёди молу маҳсулоти саноатиро муаррифӣ карданд. ҳайати Гурҷистон ба рушди саноати Тоҷикистон мароғ зоҳир намуда, дар самтҳои афзалиятнок ташаккули муносибатҳоро барои ҳарду ҷониб муҳим арзёбӣ карданд.